ба жандарм равем оча. гум шудани акамро хабар диҳем. ту додаратро бо трактор бар Мурод. омадӣ чӣ кор карданамонро мебинӣ? ман тайёрам. ойша хола, ойша хола, ойша хола. ойша хола, اینجا من امینه. ойша хола, بچه ها آیم بر اومدن نمون. ойша хола, хоҳиш мекунам наравед. зури касе нарасид. зан шуда зури шумо мерасад ба қараҷониҳо. ойша хола. همینجا ما. اوچه عمر بچم، با شما نان آوردم اوچه. برای شما کردم اوچه. بچم. عمر عمر نترس بچیم، نترس. آرام شو. گریه نکن بچیم. آرام شو. آرام شو. گریه نکن بچه جانم. گریه نکن. بیا با بالا رویم. امینه دخترم اویش خالت را جغزن. وای سعید بابا، نایستید. امروز به همه از من حلوای نان. نایستید، کار کنید. نفهمیدم چی شده باشد با خلیل. امروز بسیار خرسند می نماید. عجب. حسن آیشه پسرم کجاست؟ دیوانه شده ای آیشه؟ یوسفم کجاست ازل؟ فرار ملک اقرا. پسرم را چیکار کردی ازل؟ یوسفم را چیکار کردی؟ مرا پراندنی؟ یوسف بر این قاتل شدنی؟ با تو گفتم یوسفم کجاست؟ چی شد؟ انبار تکم انبار خالی. چی ها میگویی بچه؟ یوسف انبار رو خالی کرده. چی؟ شاید یگان جای مرده رفتگیست و یگان جریه افتاده نباشد. آیشه دخترم میکشم او را. خالی کردگی را میکشم. کی کرد این را؟ کی؟
من کردم. یوسفم زنده است. یوسفم زنده است سید بابا. اویشه مون ملتقت رو دخترم کنی بیاریم از این لعنت شود همش رو به همتون لعنت شود. حضر خانم این خیلی لعنت نمیخونده. خواهم میخوانم. چی شده است؟ اولا همچون انسان خوب نمیشود، بعداً خیلی بعد چی میشده است؟ لعنت خوانده سزاوار نباشد، لعنتت برگشته به گردنت میپیچد. نفشوید. چی شد خلیل؟ مرا روبروی دیده حیران شدی؟ یا ترسیدی؟ نترس، مرده نیستم. از من دور ایستا، نزدیک نشو. نزدیک نشو. مرحمت آقا. خوش آمدید فؤاد آقا. خوش باشد یوسف معلم. خوش آمدید فؤاد استاد. خوش باش. خوش آمدید. خوش آمدید. اینجا کار بسیار است. بنا بسیار به دقت مانده است. بله. بینید این همه رو تعمیر کردن. روی باز هم زیبا شدنشون. مکتب میکشویم. خیلی بچه مکتب میکشویم. یوسف معلم، بعد از این کار شما هم بسیار می شود. رئیس هم با شما حتما کمک می رساند. همین خیلی نه؟ البته از دستم آمادگی رو میکنم، اما از شما یک خواهش دارم. چه خیلی میدونید مکتب رو همچون انبار استفاده میبریم و چه خیلی که گفتید اینجا رو کمی تعمیر کردنمون لازم. از این سبب از شما کمتر وقت میخوام رفیق مأمور. مایلش بینید آهسته همش خوب میشه. چقدر زنده بوده یوسف. زنده است بابا، زنده است. بیا انا زنده است. بیا به این طرف بابا. زنده است بابا. بچه خیز بیا خیز. زنده است بابا. زنده بابا. زنده است. خدا را شکر. خدا جان 1000 بار شکر. به هر دیتان لعنت. شرمنده کردید مرا در عالم. از عهده یک مخلوق نبر آمدید. از جری به پایان پرتفته براکا.
بچه خلاص میکنم تا خلاص میکنم شما رو استومار من در کشویم کشو اپا کشو بچه من شما رو خلاص کردم کنی بیا زود رفتیم سری تو هم به بالا میمون در خونه کسی نیست اپا بیاید دوچه رفتیم زود بیاید رفتیم بیاید دوچه تشتر بیا رفتیم و چه کنی بیا رفتیم ده دپا ده دخترم ده امینه ریز دخترم شربت رو گرم نغزک کشیده گیرد این همه برای ما؟ اینقدر بسیار کرده؟ ها بچه جان همش به شما می رود کنی گیر حمید با مادرت سلام رسان گیر بچم گیر ایسا گیر بچم گیر در راه خورده می روی بیرم یوز و علی همه آیند؟ البته می روند تو زیغ نشو بچه چه خیلی پر حواس است باز مادرش صحت می شد بیماری زیلی اپا رو دوا نیست می گویند اما خدا بزرگ است راست در جوانی زن به بستر افتاد خدا شفا دهد وظیفه ما در تنقیصیش به او یاری دادن با همه مانده های کار رحمت آچه جان به یک جا رفته می آیم یوسف خواتیر نشوید آچه جان اما بچم با دقت باش چیزی نمی شود به من پروا نکنید دعاهای شما پشتیبانند مرا خدا به کارت آمد دهد خدا از بلا و آفت نگهبان مثل ذخیره هیزمان به فکرم خوب کردم نمیدونم از چی باشد مثل خونوکی زیاد شد کوشش میکنیم سال دیگه باز زیادتر کنیم نه خیلی هیزمان زیاد شده است حاضر میشوم همی جان بسیار زیبا دختر دلی پاپا به تو خیلی میزیبد بیا کنی اینجا شین گیر حامد جان رحمان شکریه خواهد با ایشتیوی توم کارها برباد رفته ایستاده است علی جنگیز از دستی من چی می آید؟ یوسف را پشتیبان یک دولت کلان است من میدانم علی جنگیز قراجانی ها تو را بیهوده رئیس نگذاشتند چه کاری که میکنی کاری تو مکتب را کشادن نمیمانی از دستی من همین قدر می آید چه کاری میتوانی کن نباشد فرق بین تو و دیهاتی ها نمیماند هر چیزی که داری از دستت کشیده میگیرد اول قهوه خانه رو تا امروز کدام کارتان را اجرا نکردم اما این کار دیگر است این کار قانون کتاب دارد تو هم به همان کتاب موافق کن علی جنگیز اوه بچه جان بیبیت قربان شود شکری خدای تو را داده از کجا آمد است بچه جانی من دخترم دادرت را ندیده می روی باز کمتر می ایستادی هزار و چم ناامده در خانه شدنم لازم یوسف رو خیلی دوست می دارم با او گوید که دعایش می کنم اوچه جان اوچه من شما رو خلاص کردم هم خیلی اوچه رفتم بچم خدا حافظ در پناه خدا باشید بچم بیا ببین بیا زودتر رفتیم
چه خیل در قهوه خانه مردم رو جمع نمیکنید؟ با فکر شما خلق رو در کجا جمع کنم رئیس؟ چه خیلی میخوای خبردار کن، اما قهوه خانه را برای کاری مکتب استفاده نمیبری. خرجانی ها همین خیل امر کردن با شما. این دیه و دیهگی ها را نمیشناسی یوسف. دیهگی ها قوت، پول در کی باشد از پس آنها میروند، گپی آنها را میگیرند. اما من همیشه به جانب حق میشوم. این حالت را بین یوسف. بیا از مقصدت برگرد یوسف. در این دیه کارهایی که تو میخواهی نمیشوند. حیف میشوی یوسف. شاید معلمان پیشتر بس گفته رفته باشند. من پرتافته نمیروم. با اینجا در زمستان آمدم. اما باور دارم یوسف های بعد از من جنت بر این حیات میگذرانند در یشیل پنر. خوش آمدید حضرت مادر. майда ҳофиз расо чини ту. ташаккури зиёд саид бобо. анакун ҳама чизам пурра шуд. дар паноҳи худо. хайр нағз мо баче. юсуф биё бачам марҳамат бишин. من حق شما رو چه خیل می سپارم؟ خیر یوسف، خلیل تو را در روبرویش دیدم، پس چیکار کرد؟ روی خلیل رو اگر می دیدید از تر زبان فرو برد، حتی گپ نزد. اوه. رئیس کمی غمگینش کرد. البته از قراجانی ها گرفته از تعلیم را. مردم رو در قهوه خانه جمع کردن خواستم، نه گفت. غمی خورده ات را بین یوسف. پگاه بگاهی اهل دیه در خانه حمید جمع میشن. از این فرصتی بهتری میشد. دعا که کردیم مسئله رو میکشویی. بیکار ماندن وقت گذراندن نیست. کار کنید کنی. این امروز تا باش خیره می نماید. ما کار ما رو کنیم. انا این طرف. حمیده. نه کار کن. اویشخلا بسیار شیرینی تیار کرد برای پگاه. خدا از آنها راضی باشد. برای تو با دستان خود پختن میخواستم اما حمید با کار داری میمونی. نوبت نصف روزی سر شد بچم. بیا دخترم کنی راست شب چی؟ از این جور بنوش. دلم نمیکشد دادا. آخیر اما این خیلی نغز نمیشوی زیلی ها. دادا من میدونم که این درد من دوا ندارد. این چی خیلی گپ است دخترم؟ کنی نوش یک قشق. حمید پدرش رو گم کرده است. تو هم نباشی من چی کار میکن؟ چی کار میکن؟ ایوا خلیل اکا با این سو میآید. حمید هنوز هم نامده است. بید بخش کنید کتک میخوریم. تیز بیا اینجا.
تز در کدام گور میگردی ها؟ در کدام گور میگردی ها؟ در کدام گور بودی؟ ها؟ در کجا بودی؟ خلاقو نزنه قربان تز باشم خلاقو در کدام گور بودی؟ چرا در کردی ها؟ راه گرد راه گرد خلاقو التماس نکنه خر چرا در کردی ها؟ گذر اینجا. اوه اگر اکرم اینجا میبود التماس نکنه چرا در کردی ها؟ التماس نکنه خلاقو نزنه ببخشید دستت را گیر خر خلاقو نباید ما رو در این داره خلاقو خواهش میکنم قربانت باشم خلاقو نگاه کنه عاقبت کارگوریزی همین مزد 3 روزه همون استبله تا بگاهی در همینجا میمونیم. کار کنید کار کنید. نشنیدی شوکت؟ خلیل تا بگاهی ماند گفته بود. بیامون سلیمان الکی رد خلیل ما نگویم از کجا میفهمد کشو این بچه بیچاره رو. ایده های ملی یا دینی که از جانب مردم جشن گرفته می شوند اید می نامند. آفرین. یزنت این رو فهمد خونه رو به سرمون میزند در زهیرمون. عبدی جاسوسی نمیکرد به مکتب رفتنم رو نمیفهمیدن. انا میخیر رفتیم کتاب رو جمع کردیم با اون خونه اومد با اون طرف دروی اومدم شکریه ینگا این مرملات ها رو آوردم دهانتون شیرین شود گفته آوردم ینگا. زحمت کشیدی بچه. الیف در خانه است؟ در خانه. چرا آمدی عبدی؟ چی میخواهی؟ با کدام رو به نزدم آمدی؟ از پشت تو به خانه حبس شدم، از مکتبم ماندم. خب من چه گناه کردم که با من چرا غضب میکنی؟ چه گناه کردم من؟ تو چی کار کردنت رو از من بهتر میدونی. چی کاری میکنی کردنگیر با تو خانه دار نمیشوم. میبینیم الیف خانم. کجا شد این عبدی اکا؟ 5 دقیقه دکان رو بین گفت و قریب 1 ساعت شد. عبدی اکم نیست می؟ عبدی بیاید رفتیم شاکی نپه. با عبدی اکم بگوی که ما اومده بودیم. خنده از منجه ما. مان یوسف مکتب کشاده میشد گفته گشتن گیرد. مکتب گفتگی صنف های آمیخته. یعنی در یک صنف یکم، دوم، سیوم صنف ها میخوانند. وای هم اگر طلبه پیدا شود. شماره لازمه نباشد چی؟ مکتب نمیشود.
ماری به نصب. خدایا توبه این کار را بین. اینقدر کودک زیاد بود از دریشی پینر. علی جنگیز با تو براری کار من با نزد زلیحه می روم. مایلش رو گرنگ نکن مرا. رو تو با کجا می روی؟ من هم با خودم می رویم اصلا. من با تو از خانه قدمت را بیرون نمیگذاری نگفتم؟ ها گفتیم که تنها برآمدنش ممکن نیست. بس من با شما کودک نیستم. چرا فکر میکنی؟ با خانه چه طرف کنی؟ این قدرش زیادی از نه. چی می شود من با خودم روم؟ تو خودت را کی حساب میکنی؟ تو کیستی؟ چی با من گرد میگردانی؟ شما با چه حق مرا با خانه حبس میکنید؟ شوق در خانه من میزی، نانی مرا میخوری، تو را من کلان کردم، از ریسک فرزند خود بریده به تو میدهم. در این خانه یک نانخور، یک پناهجو بودنت را فراموش نکن. تو در سر من راست کنی رو؟ لباس های بچه را داده بیایم. در کجا میگردی تو؟ این شیر را به مریم بر، اما من روان کردنم را نگوی وگرنه نمی نشد. یک دو دانه سمبوسه هم بر. هیچ چیز را نمی خورد، از گرسنگی می میرد. مایلش هزال مادر. هزال مادر در اجرش اینها رو پنهانی آوردم. هیچ دلم نمیخواد. گرسنه نشنید اپا. با خاطر من خورید. گیرید. ها؟ خوش آمدی دخترم. مانده نباشی تو چه جان. تشکر دخترم. یوسف اپا یوسف دودرکم شکر که دیدمت. اپا جون خدا با شکر که آمدید. خدا با شکر. مریم خلیل اینجا بیا مریم. چیست داده ای خلیل؟ هر جاش را پرون رود. نه خلیل نکن بچم، نکن التماس. خلیل رویت لغچه نیز جیق کلنگ را. مریم با تو اینجا بیا گفتم. چیست داده ای جیق؟ روید اپا. نه تو رو میکشم. خلیل چیست داده ای جیق کلنگ را؟ جیق روید اپا، او شوهرتون است. روید. مریم راه کرد، راه کرد، راه کرد بگویم، راه کرد. شکر که خوب بوده است. الیف زیخ نکن مرا دخترم.
نرو الیف خوله خیزید خوله به شما چی شد خوله خیزید خوله من همینجایم خوله جان خوله جان به شما چی شد خوله جان نمیروم خوله جان خوب هستید خوله مغزم خیر رئیس سلام نیست با ما؟ ندیدم روی خط کودکان تیار شد؟ هنوز نه دفترها در نمی ماندند نوشته ها را خواندن مشکل است کمی وقت میگیرد وقت میگیرد؟ شما کار را زودتر بینید؟ تمام حال میکنم تو خواطر نشو خیر من رفتم رئیس روی خط را دیر کرده باشد خودمان می سازیم در کاری خیر زود رفتاری کردن لازم روی خطی تمام قرضداران ده را بیار عبدی همش همینجاست همه حجت ها اینجایم محمد 8 حمید و رسا 10 کس می شود یعنی مکتب رو می کشویم پدر حمید و زرینه رو در خانه اشون یافته نشد آنها رو الیف دخترم می آموزد الیف رو می گویم او حل می کنه طلبه های الیف؟ بله الیف دخترم با آنها خواندن و نوشتن می آموزد بسیار خوب کاری مکتب قریب حل شد اما هنوز دلیل اکرم رو از محبس آزاد کردن رو نیافتیم سید بابا کاردی فاضل و بندهای بریده اش رو یک میافتیم من فاضل رو به گپ زدن راضی میکنم اما وای در کجا میگردد نمیدانم بین باز غیب زد کی میداند که کجا رفته باشد خندانمک آمده است خندید دختر زینب آمده است زینب همین طور آفرین بسم الله الرحمن الرحیم
بیا پسرم بیا. خوش آمدی حافظچه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. رحمت بخیر شاد حامد پسرم. تشکر زیاد سعید بابا. معلم یوسف چیزی گفتن میخواد. گوش کنید همسایه ها. یوسف معلم گفتنی های دارد. بله. نصیب باشد به نزدیکی در ده مکتب کشاده می شود. در ده یگان کودک نخوندگی نمیماند انشاءالله. با یاری شما فرزندانمان خواندن و نوشتن را یاد میگیرند. از خواندن به کسی ضرر نمیرسد. باوری دارم که در این مسئله ما را دستگیری میکنید و بی‌طرف نمیمانید. از شما تنها یک خواهش دارم، نترسید. فرزندانتون را خوانانید. انسان را بدبختی تنها از جاهلیش می آید. نه تنها فرزندانتان. به کلان سالان خواندن و نوشتن را نمی توانستگی نیز درس می دهم. از این سبب پگاه سحر بر وقت کلان نگفته شخصان خواهشمند را در بینای مکتب انتظارم. سید خوجه، یوسف با راه شما می رود. شما نتوانستگی هایتان را او می کند انشاءالله. بخیر شد انشاءالله. پیری عقل خورده را بینید. جناب موسی برای مکتب در خانهش مجلس می گذراند. وای سعیدی پستکش هم امروز با یوسف در به در گشته روی خط می کردند. تو این را فکر نکن. من روم خانم. حالا میبینیم گفته هایی کی می شود. رفته خانه رو به سرشان زنیم. نه این طرفی آسانی کار. این بیگاه چنان کارهایی می شود که یشل پنر قوی قرجانی را باز یک باری دیگر می بیند. جیپ را تیار کنید می رویم. مکتب حقیقی آن است که به انسان کلیدی در راه ابدیت و پر اسرار را می کشوید. شخصی این کلید را به دست آورده عقلش را با علم، قلبش را با ایمان می گذارد. این مثل بالهای پرنده است که صاحبش را به پرواز وادار می کند. خیلی که یکی از بالها نباشد پرواز ناممکن است. اگر ما با مکتب و استاد خوب براه نبراییم کوشش های پرواز کنی امان خام و بی ثمره می مانند.
وای خدایا ای خدا یک بار به این کودک چی شده؟ کسب دارد شمال کشیدگی. عذر میخواهم موساکا، ما باید رویم. ببینید کودک ناراحت شد. هیچ گپ نه دخترم، اینقدر یاری دادید. امینه به ما امانت بود. ما با یردگل همش رو حل میکنیم. شما روید. شام بخیر. شب بخیر. شام بخیر. بیا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هیچ کس نجنبد، همه در جای خود نشینند. تو اینجا رو بین. اطاعت کماندو. ای خدا چی کنیم؟ تمام آرام باشید تمام. بله. شما را با سبب تبلیغات بردنتان به شوبه میبریم. یگان نافهمی شدگی است. ما در اینجا دعای ختم قرآن را میگذرانیم. موسی منوی وظیفه‌اش را اجرا کند. معلوم که در این کار دست کسی هست. بله. سعید بابا گیره نکن حامد جان، من باز میگردم بچه. خیر. سعید بابا قماندان سعید بابا گناه ندارد. قماندان سعید بابا سعید بابا دعا کرد. برو راحت بخواب دخترم. امکی موسی آواز خلکه است. نه ترس بچه، جای ترس نیست. مسامک کنی اکنون مسامک خانه رو خالی کنید تیز. کی رو از خانه کی پیش میگنی تو؟ اکا تو رو از خانه ما میبرونیم بله. انا حجت ها مسامک، اینقدر و خانه رو از تو نگرفته باشم از دلسوزی بود. هیچ وجدان ندارید. سالهای زیاد پول دادم بس نبود. چه خیال پول درست بابا رو بابا جان مانش خوب هسته بابا اتروهم خزه بابا خزه بابا جان اگاه بر وقت از این دیگه بر آمدن رو اگر نه خزه بابا جان فهمیدی مسامک؟
فهمیدی؟ هرون داره بده بجا بده داره آه پسرم چی خیلی زیبا شده ای خدا جان چشم نرسم اوچه جانم کی میویی؟ درس کی تمام میشود؟ دیر نمیمونم امروز طلبه ها رو با قید میگیرم با والدینشون صحبت میکنم و تمام بیرم خیر اوچه جانم مایلش بچم نگاه کنید نقصتر که شما همچنین خطاگی را تکرار نکنید همه‌تان از ما قرض دارید حجت‌های همه‌تان در دست مایند خوب بیاندیشید مسامک کنی یوسف تو رو خلاص کند کنی اکنون خانه ات از ما خانه هم از ما دیه هم حاضر مرا نزگوش کنید با یک حرکتی نادرست میتونید خانه و در باغ و بخچه هایتان را هم همه را از دست دهید اپا خوب هستید؟ مریم اپا خوب هستید؟ مریم